أي وطن 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 خود شکن در جهان بلبلی گلشنت نغمه خوانی زفر خاکی. عزیزان محترم، استقلال در افغانستان تنها یک روزی در تقویم یا در تاریخ نیست، بلکه یادآوری از جهاد و ایستادگی مردم افغانستان است. یادآوری از شهدا و از شهدای گمنام است که جانهای شیرین خویش را و سینه‌های خود را سپر توپ و تانک دشمنان کردند تا به دشمن متجاوز بفهمانند که این ملت و این خطه تحمل اسارت را ندارد. پیغمبر علیه السلام در حدیث می فرماید که المؤمن القوی خیر و احب الی الله من المؤمن الضعیف. مؤمن قوی، مسلمان با اراده، مسلمان مصمم، مسلمان با فکر با اندیشه، این در نزد الله جل جلاله بهتر است و محبوب تر است از مسلمان سست و ضعیف و به اراده و به تصمیم. عزیزان محترم، قوتی را که در حدیث پیغمبر علیه السلام ذکر کرده، بدون آزادی و استقلال کامل امت تحقق پیدا نمیکند که مثالش را امروز ما در جهان اسلام میبینیم. امام شافعی رحمت الله علیه میفرماید هیچ امت ذلیل نشده و نمیشود تا که زمام امور خود را به بیگانگان نسپارد. شاید یک جمله عجیب غریب است، بسیار مفهومی که سرده داره. عزیزان، ابن تیمیه رحمت الله علیه میفرماید در جریان سخنان خود تأکید میکنه به مسلمانان، شما میگه مسلمانان ای امت اسلام هرگز سلطه و تسلط کفار را بالای خیش نپذیرید. چرا؟ به خاطری که همین سلطه کفار بالای شما این مقدمه از برای نابودی دین و دنیای شماست که این هم ما و شما در جهان اسلام مشاهده میکنیم. سید قطب شهید رحمت الله علیه میفرماید، میگه استقلال حقیقی این امور میگن که مسلمانان در تمام شؤون ابعاد زندگیشان فقط به الله جل جلاله تکیه بکنند و از تمام از زیر یوغ استعمارگران مکمل خدا بیرون بکنند. این معنای استقلال حقیقی است که الحمدلله در وطن ما و شما این استقلال حاکم است به معنای واقعیش. عزیزان محترم، عبرت تاریخی، چهارمین چیزی که براتون گفتم عبرت تاریخی. عبرت تاریخی پس از انقلاب، استقلال افغانستان نتیجه جهاد و فداکاری مردم افغانستان است در برابر استعمارگرانی چون انگلیس، شوروی و امریکا. و ملت نجیب افغانستان و ملت قهرمان افغانستان بارها در جهاد خود در مبارزات خود ثابت کردند که هیچ قدرت بزرگی در جهان وجود ندارد که اراده ایمان را، اراده اسلام را بشکناند. عزیزان محترم، استقلال یک چیز ساده نیست. استقلال مفت به دست نمی آید. استقلال با خون به دست می آید، با سستی، تنبلی و سهلنگاری این دوباره از دست می رود. در جهان ملت های زیادی وجود دارد، همچون افغانستان، فلسطین، شام و غیره. اینها ثابت کردند که آزادی تحفه استعمارگر نیست، تحفه نیست که استعمار برای ما و شما بدهد، بلکه آزادی و استقلال نتیجه جهاد، نتیجه مقاومت، نتیجه فداکاری مسلمانان است. عزیزان محترم، وابستگی اقتصادی با استعمارگران، وابستگی اقتصادی با استعمارگران مقدمه از برای اشغال سیاسی است. یعنی ما و شما زمانی که به تاریخ مراجعه میکنیم در قرن 19 بسیاری از ملت‌های مسلمان زمانی که وابستگی خود را به استعمارگران اعلام کردند، همین بود که زمینه برای استعمارگران مساعد شد که فرهنگشان را، هویت آنها را زیر استعمار خود ببرند. اختلافات داخلی بسیار یک ضربه مهلک بر استقلال و بر پیکر جامعه اسلامی است. اختلافات داخلی راه نفوذ را برای بیگانگان و استعمارگران باز میکند. ما و شما تجربه سقوط خلافت اسلامی، خلافت‌های اسلامی را ببینیم و همچنان هجوم مغول‌ها به جهان اسلام را مطالعه بکنیم.
و اشغال سرزمین های عرب را مطالعه بکنیم، به این نتیجه میرسیم که همه از اونها نتیجه اختلافات درونی خودی مسلمان ها بوده. از همین خاطر خداوند جل جلاله در قرآن عظیمشان برای مسلمان ها هشدار میدهد، میگه که ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. ای مسلمانان شما اختلاف نکنید، اگر اختلاف کردید شما بی غیرت میشین، قوت شما، هیبت شما، نیروی شما از بین میرود و شما غلام و برده استعمارگران میگردید.